نوشابه اسمشون ایرانا یارانا یوسیلن ایوه بیاده میگم خفه شو احمد من استوری نمیزنم. سلام، خیلی مخلصم. حامد تبریزی کنار مهدی تبریزی و امیرعلی عبدلی قراره یک ویدیوی تست و سنجش چشایی بگیریم. حائز به ذکر و قابل به تاکیده و همیشه میام کلمات قلم به سلم استفاده کنم تر میزنم. من نمیدونم چرا دوست دارم گنده گنده حرف بزنم، نمیدونم چرا. خودم باشه. آقا دمتون گرم، دم معرفت و مرام و خاکی بودن و مشی بودن و لوتی بودنتون گرم که با هم دیگه شدیم خانواده 50,000 تایی. حالا یکم از 50,000 تا بالاتریم، ولی اینو دونستم که بیام نوکری چاکری غلامیتون رو بکنم. میگم میبوسمتون از همین تریبونم، میگم خیلی مشی هستین. بریم که داشته باشیم ویدیو بی‌نظیر. و از این به بعد میخوام تو ویدیوهام به هیچ عنوان نگم لایک کنین، کامنت بذارین و سابسکرایب کنین. تاثیر نداره. نمیذارم. هر کی حال کرد میکنه. آقا به این صورتی که ما نمیبینیم از این برای جعبه نمیبینیم. اگه نوبت آقا مهدی من و امیرعلی میچینیم، اگه نوبت منه دوستان دیگه و همینطوری. اونی که نوبتش نمیبینه بچه‌ها میچینن و ما تشخیص میدیم. هر کی اینجا نوشته شده و نوشته شده که اسما نوشته شده. بیشترین اشتباه محکوم به اینه که توی این اینستاگرام تو صفحه خودش بذاره که آقا من باختم بعدم باختم. اینجا ادیتور باید اینو بذاره. من باختم بعدم باختم، فقط بذارین برم من. و اینکه ما رو تو آخر ویدیو نگاه کنیم. باز میبوسمتون، دوستتون دارم. مرسی. آقای تبریزی به جایگاه فرست نایت اون بر فرستش بگویم به سمت اگه با مخاطبین صحبتی داری تریبون در اختیار شما باشه. همیشه به چیزی که میخوایم برسین فکر کنید. البته اینو بگم که فکر کردن خالی تکمیل کننده اون اتفاق نخواهد. شما با تلاش بی‌کرانه شبانه و روزانه باید برای آن چیزی که می‌خواید تلاش کنید. 100% وجودتان برای آن باید خرج کنید. البته نباید به هر قیمتی برای چیزی که می‌خواهید. من همیشه حرف قلم مسلم می‌زنم، تر می‌زنم. من گفتم برمیگردم ولی من تر می‌زنم. من دیدی تا اونجا خیلی قشنگ رفته بودم، ولی آقا میگم به هر قیمتی آدم نباید به هر چیزی برسه. مرسی. یا البته خوابشون میاد. من نمیدونم چطور. می‌بینی این چیزه. خب فرست ناینش می‌کنی. این هزینه باید بخورم. این قهوه است. فرست ناین. میشه مشکیه رو بذارین جلوش؟ مشکیه رو می‌ذارین جلوش. نوشابه رو میشه بذارین جلوش؟ همش تفسیر امیرعلی. میشه انگور رو بذارین جلوش؟ فرست ناین شد چه؟ هم مزه انبه میده، هم یه تلخی توشه. فکر کنم به خاطر اینکه گرمه. یا میخوام بگم انبه است یا میخوام بگم نسکافه است. شاید بگی ربطی نداره، ولی بخوری میفهمی که ربط داره. بیا حالا هرچی خودت صلاح میدونی. بالاخره یک رو اشتباه بذاری 2 اشتباه گذاشتی. اون 3 اول درسته؟ من میگم اگه کلا روال بازی نه، یک رو اشتباه قهوه رو بذار. 2 اشتباه گذاشتی. وای این قهوه بود. عالی، اشکال نداره. حالا هم خورد ولی ببینم اونا رو درست کردم. واو یه تهش نه، این خیلی غلیظ بود قهوهش. تا حالا من نخورده بودم. تا حالا اینو من نخوردم. نسکافه است قهوه است چیه؟ آقا مهدی به جایگاه آقا مهدی تبریزی به جایگاه فرست دعوت میشه تا شرس بکنه. فرستش کن تا شرس بشه. شرس به شما برگردین لطفاً. آقا مهدی به جایگاه دعوت میشین. بفرمایید لطفاً. و تشکر میکنم از نوازندگی بی‌نظیر و صدای بیکران عشق و محبت حامد تبریزی. چه میکنه این بازی؟ من چقدر احساسات به خرج میدم وقتی شروع میکنم بخوندن. ببخشید. بریم. قهوه رو بذار جلوش. بله اشتباه گفتی.
اشتباه گفتی بعدم اشتباه گفتی. این ایزا رو بزن جلوش. اشتباه گفتی اینم اشتباه گفت اینم اشتباه گفت. انگور رو بزن جلوش. انگور رو بذارین جلوش. نوشابه رو بزن جلوش. اونم نمیخورم. درست شد. فرست ناینش بسنده 0 غلط. شرس هدایت شد. آقا مهدی فرست ترین آدمی که شرس میکنه، یعنی مجازات لب تو برتو، یعنی مرسی. سال گرفتم ولی مجازات چیه من انجام بدم؟ شما بفرمایید اون رو نگاه کنیم ما فرستش کنیم. بفرمایید. آقا بفرمایید. داشت بخون سر صدا کن داشت. ما داریم اینجا کار می‌کنیم گوش نده داشت. آدم مثلا چی بشه ساکت میشه. خدای بد نیست. بد نیست. چطور ازش گذشته خیلی اومدن پرسیدن گفتن کمی چطوری می‌کنن گفتم بد نمی‌کنه. خدایی. آقا یه قورت باید می‌خوریم که چون خوردیم تمام شده. خب امیرعلی عبدلی رو به جایگاه دعوت می‌کنیم با یه دست قشنگ. عبدلی بس دیگه بیا ببین چه خبر هست. عبدلی فرستش کن. عبدلی برو بریم 3 2 1. چون زیاد طول کشیده قدرت تشخیصش چیز شده. نمیدونم همینه. خب بله چند اولیش بله چند ماشاءالله. اینه فکر کنم. بوی این اون بود دیگه. اشتباه گفتم دیگه. بیا این نمونه دیگه. چی شده؟ 2 تا غلط داشتی. چیه؟ این درسته؟ این درسته؟ فقط غلطه؟ 2 تاش غلط. 2 تاش غلطه. این درسته این غلطه با این. بقیه حامد درسته. امیرعلی میریم به فینال. 2 تا غلط. میریم به فینال و آقا مهدی ترکیب مزه ها رو به ما میگه. فرست کردن شرس کردن. بریم که آقا مهدی ترکیب کنه چند تا مواد رو و به ما سورس کنه. بریم. بعضی وقتا در اعماق وجود یک انسان پدیده‌ها و بدیهایی یافت می‌شود که خودش از آنها نیست. آنگاه که آدم فکر می‌کند بی‌نظیر است، بی‌نقص است و بی‌ثمر است، اطرافاً مردمانی هستند که از آن رنج می‌برند و به گمان خودشان آن شخص مورد پسندشان نیست. خب به نظرم ترکیب سمی میتونه باشه. روزگاری درختی را ببین، میشکست. من با بو کردن میگم. بابا بخوری نمیتونی بخوری بعد بی برمیگردونم. آها نمیشه. همونو من همون تایید میشه. همون من هستم. همون. روزگاری درختی را میشکستن. آنانی میشکستن که آنان می میشکستن نشستن. که زیر سایه آن روزگاری می نشستن. هم داره اون مزه رو هم میگی نداره. نمیدونم ولی اینو نمیشه نداشته باشه. انگوره میاد تو شیشه کم.
کدوم درست کن؟ آیا ادیتور تیک 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 خدایی چرا کلا ترکیب آقا این مشیه این نوشابه رو داره دیگه تو چجوری آجی رانیش خیلی چیز بود نگاه چرا پابلوه. قلیزه یه ضرب مثل اسپانیایی هستش که میگه هر نسالسان گاشوبا آشوبا چیکار گاشوبا هر چی بریزی تو آش رید تو ضرب آش مثلا از یه هر قاشق نه سالسان هر نه توسن آشوا دو تو شهر چیکار بابا ول کن آقا من باید استوری میذاشم استوری میذارم خودش شد چون خودش اومد کلش زد به امیرعلی 12 ترم اینجا من قاطی نمیدونم کرد چرا حالت تحویل دادم خدا قاطی سرشه کردود بر من میگم آخه چرا این مزه ناآشناس گفتم شاید نه اینا نه آقا مهدی ضرب المثل رو داشت میگه به اینجا برسه که من یعنی خواستم تقلب به بازه ولی خودم باختم واقعا راست میگه در رقدان شو زل حلنی علی. و دقل جبر چطوری من یه استوری میگیرم میذارم تو پیجم و میگم که باختم. مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردیم و در آخر ویدیو حتما استوری منو در صفحه میاد بیاد اونجا هایلایت میشه نگاه کنید و من میذارم. دوستتون دارم، میبوسمتون، عاشقتونم، میپرستم کسایی که از ته دل منو دوست دارن، از ته دل دوستشون دارم. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.